امروز میخوایم غذای مورد علاقه کودکی سن سالای خودم تیار کنم. خیلی فکر کردم که در زمان کودکی ما کسی بود که از این غذا خوشش نبیایه و نخوره بگویم من این غذا را خوش ندارم. من چطور یک آدم پیدا نکردم. قسمه که دیدین من گوشت، پیاز، بانجان رومی، سیر، نمک، آب را در دیگ بخار انداختم، سرش بسته کردم، ماندم که پخته شود. برنج را که از قبل تر کرده بودیم جوش دادم و صافش کردم. حالا ما باید آب روغن برنج تیار کنیم که 2 قاشق بوره را در تخم‌پزی مندازیم، میمانیم کاراملی شود، بعد روغن اضافه میکنیم. بوره و روغن هم میمانیم کم دیگه هم سرخ شود. حالا 1 گیلاس یخنی مرغ داریم که در برنج از قبل که صاف کرده بودیم اضافه میکنیم. بوره و روغن هم دیگه آماده هسته که به برنج اضافه کنیم. خیلی از دوستای ما میگن که این بسیار ضرر داره، بر معده ضرر داره، بسیار یک غذای ناسالم است. ممکن است که باشه، به خاطر که این غذا یک کمک چرب است، اما 1 دفعه در سال به نظر من هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ مشکلی پیش نمیآید. البته ما 1 دفعه 2 دفعه تیار میکنم، خدا را شکر هیچ مشکلی نداریم. گوشت که نرم شد من از دیگ بخار در دیگ عادی انتقالش دادم، 1 قاشق ربع اضافه کردم و دیگه نمکش دیدم که اندازه بود، دیگه هیچ چیز کار نداره. میمانیم درست مثل برنج واره در دم، هم برنج هم گوشت باید همطور خوب دم بکشه تا که همطور مزیش برای و نرم و ملایم شوه. بعد از 1 ساعت که برنج و قورمه را در دم ماندیم، در حرارت خیلی کم خوب همطور دم گرفتن، پخته شدن. حالا دیگه وقتش است که بکشیم. دوستای عزیز، اینقدر این غذا مزه‌دار است که براتون هیچ نگویم. اینمیال من این برنج که میکشم احساس میکنم که واقعا در افغانستان در زمان کودکیای مثلا بسیار یک طعم عالی داره، بسیار یک برنج مزه‌دار است. من فکر میکنم اوایی که سن سال هستن میفهمن که من چی میگم. خلاصه 1 دفعه تیار کنین، امتحان کنین. این هم قورمه که دقیقا همون قورمه های افغانستان است که بسیار زیاد یک طعم، یک بوی خاص داره، بسیار زیاد مزه‌دار است. دیگه من بسیار به شوق این غذا را آماده کردم، بسیار زیاد مزه‌دار شده بود. شوهرم آنقدر تعریف کرد، آنقدر خوشش آمده بود که هیچ براتون گفته نمیتونم. تشکر که ویدیوی مرا دیدین. خداحافظ.